اگر 2 میلیون تومان از تاریخ مرداد 99 هر ماه به طور مداوم سهام سیمان شاهرود می‌خریدیم و سود نقدی‌هایی هم که شرکت پرداخت می‌کرد رو در تاریخ پرداخت مجددا سهامش رو می‌خریدیم، امروز ما بچه‌ها 652920 تا دونه سهام سیمان شاهرود داشتیم. قیمت امروز سهام 664 تومنه. بنابراین 652920 ضرب در 664 میشه 433 میلیون و 580,800 تومن که این میشده اصل سرمایه. امسال در مجمع 75 تومن به ازای هر سهام تقسیم داشته. خب ما چقدر سهام داشتیم؟ 652920 ضرب در 75 نزدیک به 49 میلیون تومن میتونسته سود نقدی امسال که در تاریخ 2 مهر هم قرار واریز بشه داشته باشیم. سیمان شاهرود امسال نزدیک به 100% رشد درآمد داشته، میتونه تا 100% رشد سود خالص رو داشته باشه. پس این سود نقدی سال آینده تا 100% میتونه بیشتر هم بشه. این شکل از سرمایه گذاری بچه‌ها برای شرکت‌های بنیادی توصیه میشه، شرکت‌هایی که قدمت بالا دارن مثل سیمان شاهرود. چند تا نمونه از شرکت‌های خوشنام صنعت سیمان رو خدمتتون آوردم. اینجا اسکرین شات بگیرید یا سیو کنید. هر سوالی هم دارید کامنت بذارید.